طبق دستور سپارش اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به کبودجویی موضع‌های استراحتی شاهراه منطقه‌های سیاحی و امثال آن در ولایت سوقنیز شنانیدن نهال درختان همیشه سبز و آرایشی با مرام ادامه دارد. این سمت کار با جلب اهالی محل، کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها و به میان آوردن متشکلی کار از طرف مقامات‌های اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌ها که به آن شعبه و بخش‌های سرریاست حفظ محیط زیست شامل گشتند عملی کرده می‌شود. در سمت کبودجویی و وسعت کارهای آبادانی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 29 ایونی سال 2024 تحت رقم 373 درباره برنامه دولتی کبودجویی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 زمینی واقعی را به میان آورده. در این ردیف قرار داخلدار رئیس ولایت سوقنیز قبول و مورد تطبیق قرار دارد. موافق نشانداد قرار مذکور امسال شنانیدن 500,000 بیخ نهال درختان آرایشی همیشه سبز سایه‌افکن و میوه دهنده به نقشه کاری گرفته شده. طبق معلومات سرریاست حفظ محیط زیست تا به امروز بیش از 250,000 بیخ شنانیده شده. از این نشانداد زیاده از 60,000 بیخش را نهال درختان همیشه سبز و آرایشی تشکیل می‌دهد. طوری که قبلا ذکر کردیم طبق دستور سپارش سرور دولت با کبودجویی موضع‌های استراحتی سیاحی و شاهراه‌ها باید که اهمیت جدی داده شود و در زمینه آن کبودجویی کنار شاهراه دوشنبه چناق نیز وسعت تازه می‌گیرد. شاهراه مذکور از حدود ناحیه‌های مسجد، باباجان غفاروف، جبار رسولوف، سپیتامین، دوشتیج، استرافشان، شهرستان و عینی می‌گذرد و در همه این منطقه‌های ذکر شده کارهای کبودجویی کنار این شاهراه اهمیت بین المللی داشته راه اندازی کرده شده. محض بخش و شعبه‌های سرریاست حفظ محیط زیست در این سمت مسئولیت بزرگی را بر دوش دارند. طبق معلومات پیشنهاد کرده مسئولین بخش و شعبه‌های حفظ محیط زیست شهر و ناحیه‌های ذکر شده در خط شاهراه دوشنبه چناق با اشتراک اهالی محل، کارمندان تشکیلات و مؤسسه و جوانان فعال معرکه شنانیدن نهال درختان همیشه سبز و آرایشی سایه‌افکن و میوه دهنده و تازه کردن قد راه ادامه داشته. تا به امروز در حدود ناحیه مسجد 2500 بیخ، باباجان غفاروف 1,500 بیخ، جبار رسولوف 1600 بیخ، سپیتامین 1200 بیخ، دوشتیج 2500 بیخ، استرافشان 3800 بیخ، شهرستان 3100 بیخ و منطقه ناحیه عینی 2000 بیخ نهال با نظرداشت راه اتومبیلگرد عینی پنجکند و عینی اسکندرکل شنانیده شده است. یادآور میشیم که شاهراه دوشنبه چناق از حدود ناحیه مسجد 28 کیلومتر، باباجان غفاروف 50 کیلومتر، جبار رسولوف و سپیتامین 16 کیلومتری، دوشتیج 14 کیلومتر، استرافشان 34 کیلومتر، شهرستان 45 و ناحیه عینی 85 کیلومتر میگذرد و همزمان با وسعت بخشی کارهای آبادانی و کبودجویی شاهراه دوشنبه خوجند چناق دیگر راههای نقلیاتگرد اهمیت محلی داشته نیست به کبودجویی فرا گرفته شده. با شنانیدن نهال درختان همیشه سبز آرایشی سایه‌افکن و میوه دهنده منطقه باب من بعد سیمای راهها و طبیعت دیار را پرتراوت‌تر خواهند کرد.